خیانت عجیب و باور نکردنی اجمل زین برای آریانا سعید استاد هنریش. اجمل زین در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باره است و ازدواج کرده است یا خیر؟ اجمل زین چرا با آریانا سعید جنگ کرده است و گفته های تازه آریانا سعید برای اجمل زین. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما امراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. اجمل زین هنرمند جوان، یکی از چهره‌های شناخته شده و محبوب در میان رسانه‌ها و هنر موسیقی افغانستان بوده است. اجمل زین از سن طفولیت علاقه فراوانی به هنر موسیقی داشته است و عاشقانه کارهای هنر موسیقیش را به پیش می برد. در برنامه پرطرفدار صدای افغانستان تلویزیون طلوع اشتراک کرد و تحت نظر آریانا سعید آهنگهای بیشماری سرود که مورد حمایت خوبی از مردم افغانستان قرار گرفت و شهرت هنری و رسانه‌ای خوبی برای خودش کسب کرد. آریانا سعید اجمل زین را کمک کرد تا به کشور استرالیا پناهنده شود، اما دیر نگذشت اجمل زین در کشور انگلستان زندگی می کند. وی با همسر و فرزندش زندگی خوش و آرامی داشته است، اما کاملا رابطه هنریش را با آریانا سعید از بین برده است. این همه در حالی است که آریانا سعید همواره در تلاش و کمک با اجمل زین بوده است تا اینکه اکنون اجمل زین شهرت و محبوبیت خوب کسب کرده است. اما آریانا سعید جنگ و دعوا با اجمل زین را رد کرده است و این خبر را کاملا بی بنیاد و بی اساس خوانده است. ولی اجمل زین دیر می شود دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران صداش نشر نکرده است. ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله تمنا داریم. در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از اجمل زین و آریانا سعید خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با طرفداران و دوستان اجمل زین به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق کامیاب باشید.